به نام خداوند دانا و توانا. حضار محترم، دوستان عزیز، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. آرزو دارم که کنار خانواده هایتان اوقات خوب و خوش داشته باشین، لباس عافیت بدن داشته باشین و به دور از گزند روزگار و گرمی تابستان بوده باشین. دوستان عزیز، قسمی که شما بهتر میدانید، برنامه این هفته ما، البته عنوان برنامه این هفته ما است نظام آموزشی مؤثر و کارآمد. قبل از اینکه مهمان ویژه برنامه ما را برای شما با معرفی بگیریم، چند نکته را میخوایم خدمت شما به عرض برسانم. البته هر انسان به خاطر آموزش و پرورش خود یا به خاطر تعلیم و تربیت خود سه بستر برای آموزش خود می داشته باشه. اولین بستر یا اساسی ترین بستر خانواده است که بیشتر انسان وقت خود را در اونجا سپری میکنه و به خصوص همو دوره یا زمان طفولیت خود را. اگر یک نظام کارآمد، از یک نظام مؤثر، یک نظام خوب در امو خانواده، در امو فامیل حکم فرما باشه، انسان یک انسان مؤثر و مفید تمام میشه. دومین بستر جامعه یا اجتماع است که انسان از برخورد، از کردار، از رفتار انسانها از همنو خود می آموزد. اگر نظام قانونمند داشته باشه، اگر یک نظام اجتماعی درست و مؤثر داشته باشه، انسان ها میتونه که از اجتماع یک چیزی خوبی را بیاموزه که مؤثر واقع شود برش. دوم و در بخش سوم ما شما بهتر میفهمیم که مراجع تعلیمی و تحصیلی هستند که این مراجع تعلیمی و تحصیلی البته به شکل تئوری و علمی یا عملی اطلاعات و دانش بر انسان ها چه میکنن؟ میرسانن. البته این سه بخش را که براتون گفتم دوستان عزیز، یکی مکمل دیگری است که اگر در یک بخش ما نظام قانونمند و مؤثر نداشته باشیم، ما در بخش های دیگر نمیتونیم یک انسان مؤثر واقع شویم، مفید واقع شویم بر جامعه ما. و مخاطر است که یکی لازم و ملزوم یک دیگر است. البته ما گفته نباید گذاشت که یکی از بخش ها بالای همدیگر، هر کدامی از این بخش ها بالای همدیگر مؤثر واقع میشه و از همدیگر تاثیر پذیر هستند. بیشتر با جزئیات نمیریم، دیگه معرفی میکنیم مهمان برنامه ما را. خوشبختانه ما شخصیت دانشمند، کسی که بیشتر از 2 دهه عمر گرانبهایشان را صرف پژوهش و آموزش کردند، ایشان جناب دکتر سجاد احمد حمیدی، استاد دانشگاه از آمریکا با ما هستند. جناب دکتر، شما را در برنامه خوش آمدید میگیم. مایی که برنامه و استیج برنامه در خدمت شما قرار دارد. تشکر. خب، با عرض سلام مجدد خدمت همه بزرگوارایی که در جمع حضور دارن. تشکر از دوستایی که برنامه پیگیری کردن، هماهنگی انجام دادن و آرزوی موفقیت دارم برای شما در این فعالیت‌های فرهنگی و تلاشی که دارین میکنین. خب بحث امروز طبق همون صحبت‌هایی که انجام شد پیشتر و صحبت‌هایی که در گذشته ما با برخی دوستان مثل جناب هاشمی داشتیم، بحث آموزش و در کل که آموزش و یادگیری و لرنینگ چی پروسه ای است، چی مراحلی داره و چی چیزی ما میتوانیم دانش بگیم و چی زمانی ما در یک حوزه میتوانیم صاحب نظر باشیم و ادعا کنیم که در اون حوزه میتوانیم نظراتی بدیم که کارشناسی است، نظراتی بدیم که همه جوانب مسئله رو دیده و از یک روشمندی برخورداره. خب این بس در کشور ما بالاخص با شرایطی که ما به صورت تاریخی داشتیم و امروز در شرایط بسیار بحرانی و خاصی واقع شدیم، به نظر میرسه بحث بسیار مهمی باشه، بحثیه که باید به اون پرداخته بشه، توجه بشه و جلسات متعدد با حضور کارشناسای آموزش با حضور کسانی که در این حوزه کار میکنن دایر بشه، چی در این جمع چی در جمعای دیگر، چون واقعا یکی از معضلات و یکی از کمبودهای بزرگ جامعه ماست. خصوصا در نظر داشته باشیم که ما در زمانی زندگی میکنیم که سوشال میدیا پیدا شده، امکانات فراوانی برای سریع دستیابی سریع به اطلاعات فراهم شده. گوگل هست، هوش مصنوعی امروز بسیار در دسترسه و اینها
ممکنه اگر درست استفاده نشه دقیقا تبدیل به مانند یک شمشیر دولبه تبدیل به یک بلیه بشه برای دانش ما، برای فهم ما از مسائل، و ما رو ممکنه دچار یک توهم یا توهم دانایی بسازد و ما به این تصور برسیم که بینیاز شدیم و همه چیز رو یاد گرفتیم. اینه که فکر میکنم این بحث مهمی است، بحثیه که باید به او توجه ویژه گذاشت و تلاش کرد که تفاوت دانش و تفاوت اطلاعات روشن کنیم برای خودمون، تفاوت محفوظات با آنچه ما دانشی که میتوانیم از او استفاده کنیم و به کار ببریم و در واقع از او در روزمره زندگی خود استفاده کنیم، تفاوت این دوتا رو بشناسیم. وقتی تفاوت شناخته شد قطعا به ما کمک میکنه که مراحل آموزش رو پیش بگیریم و قدم به قدم جلو بریم در هر رشته ای که مورد علاقه ماست. من سعی میکنم از حوزه‌های مختلفی در این صحبت مثال ارائه کنم که چی از حوزه‌های فیزیک فنی و یا از حوزه‌های ادبیات و علوم انسانی و اینا، که شاید کسانی که الان میشنون یا در آینده میشنون بسته به تخصص اینا و علایق اینا مفید باشه مطلب. خب یکی از معضلاتی که در نظام آموزشی ما بوده و من امروز به او هم اشاره خواهم کرد، در واقع تمرکز بسیار بالای به محفوظات. یعنی شما اگر نگاه کنید ما به صورت سنتی آموزش های دینی رو داشتیم پیش از اینکه مکاتب و مدارس مدرن تأسیس بشه. در سیستم آموزشی قدیم اینگونه کار میکرد که شما باید حفظ میکردین، احادیث حفظ میکردین، آیات حفظ میکردین و امور دوباره تکرار میکردین. بسیار کم بودن آدمایی که چند مرحله جلوتر میرفتن و نگاه نقادانه به مسائل پیدا میکردن، نگاه جامعتری به مسائل پیدا میکردن. متاسفانه وقتی ما نظام های آموزش مدرن رو هم کپی کردیم، از غرب آوردیم، با همو منتالیتی، با همو درک از آموزش که در گذشته داشتیم، نظام های آموزشی مدرن رو ما تبدیل کردیم به نظام های محفوظات محور. شما اگر برای یک نمونه خیلی ساده در نظام های آموزشی قدیم که ما هم در رو تحصیل میکردیم، فرض کنید یک در درس های ادبیات برای مثلا دانش آموز محصل سعی میکرد حفظ کنه، شعر حفظ کنه، یک متن حفظ کنه، یک رمان بخونه و محفوظاتی از او کسب کنه، در حالی که در یک نظام آموزشی مدرن که بر تفکر، بر چالش کردن، بر تفکر نقاد، پرسشگری بنا شده، وقتی یک فرض کنید یک رمان، یک داستان حتی به محصل جزء وظایف در واقع اساینمنت کاری یک محصله، نمیگن چیزی رو در رو حفظ کن، میگن برای مثال چرا فلان کرکتر چنین رفتاری کرد، اگر فلان رفتار میشد چی میشد، اگر سیچویشن یا شرایط عوض میشد چی اتفاق میافتاد. و در واقع ذهن محصل درگیر یک پرسشگری میکنه و این چیزی است که ما در نظام آموزشی خود کم داریم و بسیار در مورد کوتاهی شده و این کوتاهی در واقع باعث شده که ما نسل‌های ببینیم در جامعه ما که تحصیل کردن، مدرک گرفتن، ولی همچنان وقتی به میخوان مثلا چیزی رو که یاد گرفتن تکرار کنن، متوجه میشی که همون نظام قدیمی که حدیث حفظ کنی و دوباره تکرار کنی امروز آمده در مورد فلاسفه غرب اتفاق میفته. همون نوع برخورد تعبدی حافظ محور در مورد اندیشه های جدید رخ میده و بسیاری از مواقع ما از یک نوع جزمینگری به نوع دیگری از جزمینگری رفتیم، تبدیل به انسانهای پرسشگر نشدیم، تبدیل به انسانهای متفکر نشدیم، تبدیل به انسانهایی که به آموزش و یادگیری علاقه داشته باشیم و هر روز زندگی ما یادگیری باشه نشدیم. خب اینا ضعفایی است که فکر میکنم هر کدام از دوستایی که اگر در نظامهای بیرون از افغانستان
تحصیل کردن یا فرزندی در سن تحصیل دارن، متوجه شاید شده باشن که نوع تفاوت در نحوه برخورد با مسئله آموزش و در او نگاه به آموزش وجود داره بین کشورهای پیشرفته و کشورهای که یک مقدار هنوز نظامهای سنتی تر غالب در سبک آموزش. اما برای همین یک مقدار سعی کردم یادداشت‌های فراهم کنم خدمت شما که اه، یک تسلسلی هم بحث داشته باشه. خب ناگفته نماند که انسان بالاخره یک موجودی است که از روزی که در روی زمین است با آموزش سر و کار داره. ما اگر گاهی هم، چون این قسمت قضیه هم یکی از اه، آسیبایی که ما گاهی با اون مواجه میشیم، ما وقتی برتری غرب در علم، در تکنولوژی، در فلسفه میبینیم، نباید این مار به این ذهنیت برسانه که این برتری یک شبه به وجود آمده. نباید به این تصور برسیم که علمی که ما امروز از او صحبت میکنیم، آموزش مدرنی که از او صحبت میکنیم، از خلا یک دفعه در قرن 17 18 16 یک دفعه مثلا در غرب پیدا شده. ما گاهی با دوستا بحث میکنیم در این موارد. مثلا شما حتما دیدین دیگه در قارهایی که از ده ها هزار سال پیش نقاشی ها انسان های اولیه کشف میشه، درست؟ اگر ما امروز نقاشی داریم، هنر داریم، جرقه و هنر بالاخره در او قاره‌های چند هزار سال پیش خورده. متناسب با جوامع بشری ما همیشه بحث آموزش داشتیم، همیشه بحث علم داشتیم، بحث هنر داشتیم و این قدم قدم جلو آماده. ما امروز در اصلی هستیم که سرعت تغییرات بسیار بالاست و آنچه به نام علم مدرن، آنچه به نام روش علمی مدرن، خب قبول داریم که یک چیزی در چند سده اخیر توسعه پیدا کرده، ولی همه اینا بر شانه های انسان هایی که در طول چند هزار سال کار کردن و تلاش کردن به این نقطه رسیده. و اگر در ادبیات خود ما هم رجوع کنیم، در مورد آموزش، تربیت، چیزای زیاد میبینیم، یعنی نشان میده بحث آموزش همیشه یک دغدغه انسانی بوده. ولی با بیان همین بکگراند میخوایم خدمت شما عرض کنم که مثل بسیاری از چیزهای دیگه در غرب عصر حاضر و دنیای مدرن، بحث آموزش هم به صورت فنی، به صورت علمی بیشتر مورد توجه قرار گرفته و سازماندهی شده تر به او در واقع نگاه میشه، ساختارمندتر مطالعه میشه. مثل فیزیک، مثل شیمی، مثل بسیاری از علوم دیگر. فرض کنید در فیزیک و در علوم تجربی از زمان گالیله و نیوتن ما روش علمی داریم، بحث تئوری علمی داریم و در این حال که فیزیک وجود داشته، در این حال که علم فیزیک در گذشته هم بوده، ولی از زمان نیوتن و گالیله و دانشمندای آن عصر اصلا اپروچ به مسئله کمی عوض شده و ما یک روش مدرنی داریم که تا امروز رو پرکتیس میکنیم. در بسیاری از حوزه‌ها چنین است، من جمله حوزه آموزش که امروز یک تخصصه و به صورت همچنان که یک دانشمند در فیزیک تحقیق میکنه، کار میکنه، دانشمندای اساتیدی در حوزه آموزش کار میکنن، تحقیق میکنن و روش های مدرن تر، روش های بهتر، روش های با بازدهی بهتر هر روز پیدا میکنن و در صنف های درس، کلاس های درس اجرا میکنن و نتایج رو تست میکنن. به این ترتیب میخوایم خدمت شما عرض کنم که در قرن 20 با همین نگاه بحث آموزش و اینکه چی چیزی دانش، چی لول های، چی سطوحی از معرفت و دانش رو ما میتونیم داشته باشیم و هر سطحی از این دانش به چی گونه سوال های میتونه جواب بده و چگونه میشه این سطح از دانش یا این سطح از آموزش ارزیابی کرد. شما یکی از کارهایی که من در یک دهه گذشته در واقع درگیر بودم به عنوان کسی که کارم آموزشه، تدوین نصاب‌های تعلیمی در حوزه مهندسی بوده. من در دو دانشگاه مختلف کار کردم که رشته مهندسی یا انجینری نداشتن و ما مسئول ایجاد این رشته بودیم و
تجربیات بسیار مفیدی برای شخص خود ما داشته که نگاه به آموزش چگونه است، چگونه ما چیزی به نام student learning outcome داریم. یعنی که وقتی ما یک درس رو دیزاین میکنیم باید ببینیم دانش آموز، دانشجو، محصل چی خروجی از این درس میگیره و قرار در انتهای این درس چگونه ارزیابی بشه و در این ارزیابی ما باید کلماتی، سوالهای، لغاتی رو استفاده کنیم که قابل ارزیابی باشه. نمیشه حرفای اه، کیفی زد. باید به صورت کمی نشان داد که محصل چی به دست آورده در این سمستر، در این کلاس، در این کورس، در این رشته ای که بعد از 4 سال خوانده. و شما در طراحی او رشته، در طراحی هر درس باید این در نظر داشته باشید. فکر میکنم که یکی از دوستا دست بالا کردن. هرچند ما برنامه ما معمولا دو بخش داره. بخش اول سخنرانی خود به اتمام میرسونه، بعدا فکر سوالا را. کنم این بیتر است. من زیاد طولانی بله. بله، آه، سوال دوست ما را بعدا خواهیم گرفت. انشالله. بسیار اگر عالی. اجالتا، اگر بازم میخواین که چیزی بگوین نه نه، بفرمایید. مشکل نیست. من ظاهرا نوشتم که اشتباه شده، دست نخورده. فکر کنم اشتباه بسیار شده. عالی. بله. اه، خب در واقع همین تجربه به شخص خود من کمک کرد که دانش خود در حوزه آموزش توسعه بدم و بیشتر یاد بگیرم در واقع. و میخوایم آن به صورت مختصر و خلاصه همین اه، دوستا لطفا مایکتان را خاموش کنین. بله. به صورت مختصر خدمت شما عرض میکنم و سعی میکنم با مثالای در واقع مشخص کنیم که مراحل آموزش چگونه است، چگونه کار میکنه و بر اساس این وقتی ما نگاه میکنیم به دانش خود در یک حوزه خاص تا حدودی میتونیم به این نتیجه برسیم که ما در کجای این مراحل قرار داریم. خب یکی از دانشمندایی که آمد و به صورت سیستماتیک مراحل آموزش را دستبندی کرد پروفسور بلوم بود که سال 1956 با همکارانی که در این کار تحقیقی همراه داشت آمد 6 مرحله آموزش را در واقع دستبندی کرد و در این 6 مرحله که بعدا لازم به ذکره که مثل هر چیز دیگری ویرایش شده، بر اساس تجربیات جدید آپدیت شده، دانش جدید به او اضافه شده، تجربیات جدید اضافه شده، ولی همون 6 مرحله همچنان محفوظ با برخی از اسامی عوض شده، برخی از پرسش هایی که عرض کردم برای ارزیابی هر مرحله است تغییر کرده، ولی در مجموع ما 6 مرحله رو داریم. در 6 مرحله که به عنوان بلوم و زیر نام ایشان معرفی شده، اولین مرحله به خاطر سپاریه. به این معنی که شما وقتی به عنوان محصل، معلم وقت تلاش میکنین چیزی یاد بگیرین یا تدریس کنین، یا قسمتی از بحثی است که ما باید یک چیزایی رو یاد بگیریم به این معنی که در حافظه ما باشه و بتوانیم رو دوباره به یاد بیاریم. برای مثال شما در درس تاریخ قطعا نیاز دارین اسامی بدانین، سالها رو بدانین، ولی احتمالا شما هم با ما موافق هستین اگر شما بدانین فلان تاریخ چی اتفاق افتاده، جنگ افغان انگلیس کی بوده، نمیدانم سقوط جمهوریت در چی سالی اتفاق افتاده، شما تاریخدان حساب نمیشین. درست؟ شما در اولین گام آموزش هستید که چیزهایی رو در واقع میگیرین و با حافظه میسپارین و اینا متریالیه که بعدا قرار در مراحل بعد از او استفاده کنید. نمونه دیگری رو در فیزیک شما حتما در دوران تحصیل درس فیزیک خاطر شما هست، قوانین بقای جرم، بقای انرژی، قوانین حرکت نیوتن. درست؟ همه اینا رو ما و شما خواندیم و
هر محصل در این مرحله آنچه خوانده میتونه تکرار کنه، بگه ما قانون بقای جرم داریم به این معناست. ولی این اولین گامه. یک فلشبک بزنیم. شما در ادبیات ما شنیدین تکرار توتیوار، حتما این شنیدین نه؟ یعنی به صورت تاریخی ما هم معتقد بودیم همین که ما چیزی به حافظه بسپاریم و تکرار کنیم، این فقط تکرار توتیوار، دانش نیست. ولی یک مرحله که فرد بالاتر میره، توان توضیح دادن مسئله رو داره. یعنی ما در مرحله دو که درک میگیم، ادراک میگیم، understanding میگیم، کسی که او دانش رو در واقع میآموزه، علاوه بر این که میتوانه مثلا قوانین حرکت نیوتن رو تکرار کنه، میتونه او رو با زبان خود، با مثالهای خود توضیح بده. مثلا کسی که در ادبیات رفته فنون شعری حفظ کرده، در این مرحله میتونه اونا رو توضیح بده به دیگران. و این جاییه که متوجه شدم که یکی از معضلای ماست در جامعه ما متاسفانه، چون نظام آموزشی ما در واقع معضلات جدی داره، آدم ها رو به مراحل بعدی زیاد پیش نمیبره. به همین دلیل کسی که در مرحله دومه از 6 مرحله که من میخوایم خدمت شما توضیح بدم، در مرحله دومه و توان ایر داره که توضیح بده یک چیزی با زبان خود خوب، با روش خود خوب، با مسائل خود خوب، با کمال تاسف در جامعه ما او به عنوان متخصص یه حوزه شناخته میشه، به عنوان یک آدم فریخته و دانشمند در حوزه شناخته میشه. و این بسیار راهزن و گمراه کننده است و برای جامعه فکری بسیار خطر بزرگی است. پس تا اینجا دقت داشته باشیم که آن چیزی که اگر ما دیدیم کسی میتونه، فرض کنیم فلسفه نیچه یکی ممکنه خوانده باشه که خدا مرده است و او دوباره بگه نیچه گفت خدا مرده است، یا بگه نیچه دنبال ابرمرد بود. خب اینا درسته، بخشی از علمه، بخشی از دانشه، بخشی از نالج او آدمه که یک چیزی رو خوانده و تکرار میکنه. دیگری ممکنه توضیح بده که وقتی نیچه میگه خدا مرده است به این معنا میگه، درست؟ ولی از این یک قدم دیگه جلوتر فعلا نرفته. باید مراقب باشیم هم خود ما دوچار ابهام نشیم که صرفا توان توضیح دادن یک چیزی در یک دانشه و یا آخر دانشه، هم اگر از دیگران میشنویم مراقب باشیم که دوچار خطای فکری نشیم که طرف متخصص یازد، چون او وقت احتمالی که ما به کم دانشی، بد دانشی، بد آموزی بیفتیم زیاده. در مرحله سوم آموزش، شما باید به عنوان محصل یا معلم به این توجه کنین که آنچه آموختین، حفظ کردین، میتوانین توضیح بدین، توان به کارگیری رو داشته باشین. مثال خیلی ساده، قوانین حرکت نیوتن است. آیا توان ای که شما رو استفاده کنین، مسئله حل کنین، به وجود آمده در شما؟ این میشه مرحله سوم آموزش. پس شد به خاطر سپردن ادراک به کارگیری. در به کارگیری، خب من مثال از چیز زدم، از فیزیک و قوانین حرکت و اینا، در بحث های دیگر هم هست. فرض کنید شما رفتین مدیریت بحران خواندین، درست؟ کتاب های مدیریت بحران خواندین، میتونین برای بقیت توضیح بدین، تحلیل کنین. ببخشین تحلیل کلمه خوبی نیست، میتونین توضیح بدین. ولی وقتی شما در یک بحران مواجه میشین، هیچ کدام اون چیزایی که یاد گرفتین یا شنیدین یا با حافظه شماست نمیتونین استفاده کنین. پس ما در چنین شرایطی به مرحله سوم نرسیدیم. فرض کنید از در ریاضی شما فرمول حل یک معادله بلدین، میتونین توضیح بدین، ولی معادله و سوال جلو روی شما قرار میگه، شما نمیتونین اون رو حل کنین. این به این معنی است که در بکارگیری ما هنوز پیشرفت نکردیم.
یک مثال وطنی بزنیم. فرض کنین بسیاری از ما ممکنه خیلی خوب راجع به حقوق بشر مدرن حرف بزنیم، حقوق انسان ها، حقوق زنان، حقوق کودکان. درست بتونیم حتی از کتاب ها ریفرنس بدیم، توضیح بدیم به بقیه هم، یعنی هم حفظ کردیم هم میتونیم توضیح بدیم. ولی در زندگی روزمره ما حقوق آدم ها رعایت نمیکنیم. این نشان میده به مرحله به کارگیری نرسیده دانش. حتما دیدین دیگه در جامعه ما افغانستان این بلیه اتفاقا خیلی شایعه. آدمایی که بسیار شعارهای زیبا میدن، میتونن نور به دیگران هم تبلیغ کنن، ولی در زندگی روزمره میبینی که همون چیزی که شعار میدن پرکتیس نمیکنن، یا حتی در بکارگیری و مشکل دارن. خب این هم یکی از مراحلی است که ما وقتی بحث آموزش مطرح میشه، علاوه بر که به محصل یک فرمول یاد میدیم، توان توضیح دادن یا یاد میگیره، توان به کارگیری رو هم باید داشته باشه. وقتی سعدی میگفت عالم بی عمل به چی ماند به زنبور بی اثر، یعنی باز زمین نیست که یک دفعه از خلا پدید آمده باشه. ادبیات ما پر از این گونه مثال هاست که بزرگان تاریخ ما، تاریخ بشریت، به این توجه داشتن. معلم های تاریخ بشریت به این جنبه قضیه توجه داشتن که آدم های هستن همچنان که امروز وجود دارن، در روز زمان هم بودن که چیزی یاد میگرفتن، توضیح میدادن، خور معلم و حوزه نشان میدادن، ولی بلد نبودن رو به کار میگیرن، معلم بی عمل بودن. از این نقطه به بعد سه مرحله دیگره که در واقع بنیانای تفکر نقاده. یعنی کسی که وارد سه مرحله بعدی میشه در حوزه تفکر نقاد بعد از این، و هدف نقایی آموزش ما بالاخره است که آدم ها به این مراحل برسن. ناگفته نماند که قرار نیست ما در همه رشته ها هر 6 مرحله رو طی کنیم. قرار نیست همه ما در تاریخ، در فلسفه، در جامعه شناسی، در ریاضی، در فیزیک، در همه وارد حوزه تخصصی بشیم. ولی وقتی ما با این روشمندی آموزش میبینیم، وقتی در حوزه های دیگری که ما در مراحل یکیم، در مرحله دویم، چون یاد گرفتیم تفکر نقاده، چون یاد گرفتیم نگاه متخصصانه به یک موضوع، سعی میکنیم نگاه جزمی، بیان جزمی، ادعای جزمی در حوزه‌ای که حوزه ما نیست نداشته باشیم، و این حداقل در نظر بگیریم که چیزی که ما طرح میکنم احتمالاً با دانش محدود شخص ما است، دیگرانی ممکنه چیزهای دیگری داشته باشن، و این در واقع زمینه گفتگو، زمینه تساهل، زمینه همدیگر پذیری رو هم برای ما باز میکنه. اینه که اگر ما یک نظام آموزشی درست داشته باشیم، به همدیگر پذیری بهتر، به گفتگوی بهتر هم میرسیم، به لایه‌های دیگری هم از جامعه ما کمرنگتر میشه. خب در مرحله 4 که ما بود تحلیل میگیم، کسی که به این مرحله میرسه توان این داره که یک مسئله رو به اجزای تفکیک کنه، اجزای مختلف یک مسئله رو بشناسه، ارتباطات اینا رو با هم بشناسه. و این مرحله در واقع شروع، عرض کردم، تفکر نقاده. یک مثال خدمت شما عرض کنم، احتمالاً اکثر شما دوستا آشناین، یعنی تجربه داریم. فرض کنید شما یک مسئله فیزیک به شما میدن که اگر نیروی این باشه، جرم این باشه، سرعت یا شتاب جسم چی میشه. خب شما دو تا عدد میگذاری، عدد سوم به دست میاره. چرا؟ چون شما هم قوانین حرکت بلدی، هم میتونی توضیح بدی، هم میتونی رو به کار بگیری. ولی فرض کنین همین مسئله در یک پازل کلانتر باشه و شما باید چندین مسئله دیگر حل کنی تا تازه برسی به این نقطه که سرعت و جسم پیدا کنی. و دقت کردین وقتی شما، من مطمئنم همه ما شما این تجربه داریم، یک سوالی که یک مرحله داره بسیار ساده حل میشه، ولی سوال که این پیچیده میشه، اجزای مختلف داره، قطعات مختلفی داره پازل، خیلی از ما سردرگم میشیم و اون محصلی که رسیده به مرحله 4 میتونه او رو حل کنه. و این شما شاید در ریاضی، در فیزیک بیشتر دیده باشین، در بقیه رشته هم هست. متاسفانه گاهی ما
شاید خصوصا به علوم انسانی با بیدقتی برخورد میکنیم و با کمال تاسف در نظام آموزشی ما به علوم انسانی توجه کافی نمیشه، چون تصور غلطی است که همه چیز انجینیری است و اختراع است و پزشکی است و درمان بیماران، و در حالی که چنین نیست. یک جامعه که بالانس باشه در همه حوزه‌ها باید رشد کنه و در علوم انسانی، علوم سیاسی، جامعه شناسی هم همین قضیه به همین شکل وجود داره. ممکنه ما یک زاویه کوچکی از مسئله رو ببینیم و نتوانیم تصویر کلان قطعات مختلف پازل، قطعات مختلف یک مسئله رو ببینیم یا ارتباطات اینا رو ببینیم، یا بتوانیم یک مسئله بزرگ به اجزای رو تفکیک کنیم. این مرحله در واقع مرحله تحلیله. مثال ما از نیچه زدم که میگه خدا مرد. و کسی که توان تحلیل داره در کانتکس کلان فکری نیچه میتونه او بحث کنه، ولی من که در این حوزه در حد ابتدایی هم فقط امیر شنیدم، یا امیر میتونم تکرار کنم، یا خیلی که پیشرفته تر باشم میتونم توضیح بدم که چرا نیچه حرف بود. ولی او کسی که در مقام تحلیل رسیده در این حوزه، به مرحله چهارم رسیده، ممکنه برای شما توضیح بده که نیچه این گونه فکر میکرد، دیگران چنین فکر میکردن و این جمله که نیچه گفته در این کانتکست به این معنی. ما یک بار یک جای دیگه در همین مورد بحث داشتیم، مثال زدم که مولانا گفته پای استدلالیان چوبین بود. بسیاری به صورت کلیشه آدما تر میکنن، شنیدین حتما که مولانا ضد عقل بوده، در حالی که وقتی ما به تصویر کلانتر نگاه کنیم و ببینیم در ذهن مولانا عقل چی معنا میداده، چند گونه عقل داشته در ذهن خود، و وقتی یک طرف میگه پای استدلالیان چوبین میاد در چی حوزه میگه، طرف دیگه وقتی میگه ای برادر تو هم اندیشه ای، چرا میگه ای دوتا خود در تضاد با هم عقل داشتنام هم درد من راضی هم. پس اینها چیه؟ اینه که او آدمی که به مرحله بالاتری از آموزش در یه حوزه رسیده اینا رو میتونه تجزیه کنه، تحلیل کنه، از هم تفکیک کنه، ارتباطات اینا رو با هم تشخیص بده. در مرحله پنجم ما به اون میگیم ارزیابی و نقادی، که یه هم غلط فهمی زیاده در مورد در جامعه ما. فرض کنید و این فکر میکنم هم ما شما تجربه داریم، آدم ها در اون مرحله اولا یک فرض کنید راجع به یک موضوع سیاسی، یک موضوع دینی، یک موضوع اعتقادی یک چیزی رو پیدا میکنن و این به عنوان به تصور خود به عنوان انتقاد تر میکنه. خب وقتی دیگری بیایه و مشاهدات دیگری علیه حرف اونو نشان بده، یا اینگونه تر کنه که شما موضوع بسیار کوچک دیدین، بسیار تقلیل دادین و در مسئله عمیق نشدین، احتمالا این نوعی مقابله با نقادی میبینن، در حالی که نقادی این نیست. در واقع ما باید در یک علم، در یک رشته به اون مرحله پنجم برسیم که توان ارزیابی و نقادی رو داشته باشیم. و به چی معنی است؟ به این معنی است که ما توان تشخیص اطلاعات درست و غلط داشته باشیم، توان ارزشیابی یک اطلاعاتی که به دست میاریم داشته باشیم که آیا این چیزی که خواندم، شنیدم، چقدر اعتبار داره، توان اعتبار سنجی داشته باشیم. و او وقته که ما میگیم ما رسیدیم به مرحله ارزیابی و نقادی در یک حوزه، و مرحله بسیار بالاییه که کسی در یک رشته، در یک حوزه، در یک زمینه خاص ادعا کنه که توان نقادی داره. من یک مثال خدمت شما از کار رشته خود مثال میزنم، در همه حوزه ها هست. فرض کنید ما به عنوان بخشی از کار معلمی ما خب باید در حوزه تحقیق هم ما فعال باشیم، یک بخشی از شغل ماست. و تحقیق به این معناست که شما یک پروپوزال تحقیقی می نویسی، آدمای که استادای رشته هستن پروپوزال شما ریویو و نقادی میکن. اینجا او چیزی که ما نقادی میگیم اینه، و می سنجن که این پروپوزال ارزش داره که فاند بشه، ارزش داره که انجام بشه، قابل انجام است یا نه. بعد شما
اگر از این مرحله گذشتین، تحقیق رو انجام دادین، نتایج گرفتین، مقاله می نویسین. مقاله رو باید بفرستین برای یک جورنال علمی. دوباره آدم هایی که در این فیلد، در این رشته استادن، خود اینا تالیفات دارن، کار شما رو دوباره حلاجی میکنن، نقادی میکنن که آیا هر قطعه از این کار ارزش داره، معتبر، کار به صورت روشمند انجام شده. و بعد از مراحل بسیار سخت، پیر ریویو میگن، کار شما ممکنه چاپ بشه. خب این در حوزه انجینری، در حوزه جامعه شناسی، در حوزه فیزیک، در همه حوزه پروسه کار دقیقا هم نیست. یعنی کسی ادعای نقادی میکنه که رسیده باشه به این مرحله و هیچ وقت مقاله که یک مقاله علمی به یک آدمی که فقط در روی علم مقدمات خوانده نمیدن که ریویو کنه که آیا ارزش چاپ داره یا نه، آیا معتبر است روش کار، فایندی یافته های کار یا نه. خب و با کمال تاسف ما این ذهنیت غلط هم در جامعه خود میبینیم و بسیار، حالا جناب هاشمی در جلسه اگه هنوز هستن یا نه، چون اسما رو همه رو نمیبینیم، خیلی مواقع در بحثایی که ما دیدن با برخی دوستا داریم، انتقادی که من شخصا میکنم به ایست که آنچه شما میگین اوکی، یک پیسی، یک قطعه ای از اطلاعاته که شما دیدین و میخواین برای نقض یک چیزی رو تر کنین، ولی اسم نقادی و نقد به کار خود ندین، چون در واقع نوعی بی‌اعتبار سازی نقد علمی و نقد خردمندانه و نقد متخصصانه است. و آخرین مرحله در آموزش جایی است که شما توان آفرینش دارین، توان تولید دارین، توان ساخت یک چیز جدید دارین، توان طرح یک سوال جدید دارین. خود پرسش جدید یعنی شما به یک سطحی از دانش رسیدین که میتونین پرسش جدیدی طرح کنین. این کار هر کسی نیست. پرسشی که هم قبلا جواب داده نشده، هم قبلا پرسیده نشده، هم این به این معنی که شما تمام ادبیات اون موضوع بلدین، شما تمام علمی که در اون حوزه تولید شده رفتین خواندین، دیدین که این پرسش جواب داده نشده و میخواین شما جواب بدین یا او رو ترک کنین که دیگران دنبالی برن. و این ممکنه وقتی آفرینشگری میگیم ذهن شما فقط بره به هنر، نقاشی، مجسمه، فیلم، سینما، رمان، ولی در همه رشته است. مثالی که از مقالات علمی خدمت شما گفتم، مقاله علمی زمان چاپ میشه که یک چیز جدید در اون باشه و در اون پروسه پیر ریویو، در اون پروسه نقادی چک میشه که آیا حرف تکراری میزنه یا حرف جدیدی داره، یافته جدیدی داره، یک کل جدیدی را از اجزای قدیم به وجود آورده. و این مرحله آخرین مرحله در بحث آموزشه. یک نکته که سوء تفاهم نشه، هر شش مرحله هدف آموزشه. شما نمیتونین تا چیزای ریاد نگیرین به عنوان به خاطر سپاری، تا چیزای نتونین توضیح بدین، نمیرسین به اون مرحله آخری. و قرار هم نیست که این مراحل جدا از هم باشه لزوما. برای مثال شما وقتی در صنف اول و دو و پنج و چهار و اینا تدریس میکنین یا نصاب درسی میسازین، تلاش بیشتر روی محفوظات ممکنه باشه. وقتی میرسین به مرحله دکترا دیگه اونجا جای محفوظات نیست، اونجا بیشتر جای نقادی و ارزیابی و کرییشن و ساخت و ایجاده. ولی اینا باید با هم حرکت کنن، با هم کار کنن و از اینجا میخوایم یک پل بزنیم به یک بحث مختصر دیگری و بعد جلسه رو بسپاریم به دوستان و از نظرات دوستان استفاده کنیم. وقتی عرض کردم اینا یک پروسه به هم پیوسته هست که بعد از روز اول تا زمانی که یک فرد به لول دکترا هم میرسه باید همه اینا رو در نظر داشت و همه رو با هم پیش برد. به این معنیه که شما مثال اولی که خدمت شما گفتم، یک رمان، یک داستان کوتاه تفلانر که وقتی در یک نظام آموزشی درست به یک کودک میدن، نمیگن داستان حفظ کن، میگن داستان
بررسی کن، ببین چرا این اتفاق افتاد، اگر سناریوی دیگری بود چی میشد. و این تلاشیه برای که ذهن کودک از همان زمان به تفکر نقاد عادت کنه، تعبدی بار نیایه و هر چیزی که به خوردی و میره از سوشال میدیا از هر جا فوری نپذیره. برای مثال در نصاب تعلیمی حتی صنف اول در کشورهای پیشرفته یک چیزی به کودکا میآموزن که عقیده با واقعیت یکی نیست. اپینین و فکت دو چیز متفاوتن، نباید این دوتا رو با هم میکس کرد، با هم خلط کرد. شما میتونی از یک چیزی خوش شما بیاری، این میشه عقیده شما، اپینین شما. از یک رنگ خوش شما بیاری، معتقدی فلان تیم فوتبال بهترین تیمه، فلان غذا خیلی خوشمزه است. اینا رو هیچ وقت شما نمیتونی به عنوان یک فکت ابجکتیو بیرونی که قابل استدلال باشه نشان بدی. ولی در کناری آیا زمین کرویه یک عقیده است؟ نه، حداقل تا علم امروز یک فکت علمیه، یک پدیده که با یک روشمندی آدما به او رسیدن و قابل ارزیابیه. شما ای که فلان غذا خوشمزه است و شما فلان غذا رو دوست داری قابل ارزیابی نیست، این میشه اپینین و عقیده شخصی. و خیلی مواقع ما با کمال تاسف عقاید با واقعیت بیرونی ممکنه خلط کنیم و یه چیزیه که پرکتیس میخواد. از طرف دیگه پرسشگری اه، دقیقا چیزیه که بعد از کودکی فعال بشه، به او بها داده بشه. کسی که پرسشگره هر چیزی که میشنوه حتما سوال میکنه که از اطلاعات از کجا آمده، با چی بایاسی ساخته شده، مرجع کیه، منبع کیه، آیا نظرات مخالفی وجود داره، اونها چی هست. و جالب اینه که شما وقتی میخوای پرسشگر باشی، بیش از این که پرسشگر عقاید دیگران باشی، باید پرسشگر پیشفرضا و عقاید خود باشی. او وقت شما ذهن نقاد پیدا میکنی. او وقتی که ما نگاه ما به مثلا نگاه پرسشگرانه و تحلیلی و نقادانه است که پیشفرضای خود ما ممکنه ما رو گمراه کنه و باید دور بیش از هر چیزی به شلاق نقد بکشیم. در برخی از حوزه ها که مسائل جدلی و طرفین زیاده، چیزهایی که خصوصا با انسان سر و کار داره، خطری که ما بایاس های خود نشناسیم زیادتره نسبت به فیزیک، نسبت به شیمی، نسبت به ریاضی. اینه که همیشه باید مراقب باشیم که وقتی به یک مسئله رجوع میکنیم، وقتی یک مسئله رو میخوایم تحلیل کنیم، سوگیری های خود بشناسیم، منابع ما تک منبعی نباشیم. اگر برای نظر ما ادله له نظر ما وجود داره، حتما ادله که علیه نظر ما وجود داره رو هم ببینیم. اینا میشه روش درست فکر کردن، نقادانه فکر کردن، کریتیکال تینکینگ. و در تمام این پروسه باید متعهد به استدلال باشیم، یعنی چیزی بدون استدلال نپذیریم، مگر ای که بگیم خب من دوست دارم این گونه عقیده داشته باشم، و وقت میشه اپینین، نمیشه فکت، نمیشه یک چیزی که از یک روش ارزیابی و تحلیل دقیق در آمده باشه. و همه اینا نیاز به تمرین داره. در نظام آموزشی به شدت روی اینا فوکس میشه، تمرین میشه. نوع پرسش هایی که طرح میشه برای هر یک از این 6 مرحله در صنف درس متفاوته. وقتی ما خروجی یک درس تنظیم کردیم که محصل بعد از این درس این توانایی رو داشته باشه، مثلا در مرحله تحلیل، در مرحله ارزیابی، در مرحله توضیح دادن و ادراک، در مرحله بکارگیری، باید سوال ها، امتحان ها، اینا همه دیزاین بشه بر مبنای این که چگونه این هدف به دست آمده یا نه. و خب اینا بسیار مفصل، جزئیات زیاد داره، قطعا در مجال یک بحث کوتاه خیلی جنرال نمی گنجه. ولی حتما اگه دوستا علاقه داشتن روزهای دیگری میشه به جزئیات هر کدوم پرداخت. که ما وقتی میگیم هدف از این درس مثلا درک قوانین حرکت نیوتونه، بعد چگونه باید دیر تست کنیم. اگر بگیم هدف این درس این است که محصل بعد از این درس، به کلمات دقت کنید، توانایی به کارگیری
قوانین حرکت داره. وقت تحلیل یعنی روش ارزیابی این که به دست آمده هدف یا نه فرق می خواهد کرد. اگر هدفی باشه که محصل بعد از این درس توان طراحی یک وسیله داره، یعنی رسیده به اون مرحله ای که میتونه از علم خود تخصص خود برای ایجاد یک چیز استفاده کنه، او روش دیگری برای ارزیابی و مطرحه و طبق او روش باید ارزیابی بشه کار محصل و او رشدی که در پروسه آموزش داشته. یک نکته خدمت شما عرض کنم و بعد دوست دارم یک چیز کنم، یک دو تا سوال از شما بعد بپرسم. ما گاهی و بسیار امر مهمیه، گاهی چیزهای رو بد آموختیم. ببینید ما یک زمان دانش در یک حوزه نداریم، یک زمان کم دانش داریم در یک حوزه، یک زمان بد دانش داریم در یک حوزه و بسیار پدیده پیچیده است. اگر یک چیزی بد آموخته بشه، پاک کردن از او پروسه آن لرنینگ بسیار پروسه سخت است و پاک کردن از او و جایگزین او با یک دانش روشمند بسیار سخته و خیلی وقت آدم ها که بد دانش هستند مقاومت زیادی هم دارن در برابر یادگیری. یک تصور غلطی در انسان ایجاد میکنه که چگویی که وام خرد توختم همه آنچه بایستم آموختم. یکی نغز بازی کند روزگار که بنشاندت پیش آموزگار. بسیار سخته به کسی که میگه من همه چیزی که باید آموختم دوباره بشانی پیش آموزگار و او بدآموزی پاک کنی از ذهنی و او دوباره تلاش کنه و یاد بگیره. و از شعر که خواندم از فردوسی، یعنی 1000 سال پیش هم ما در جامعه خود دغدغه آموزش داشتیم، دغدغه بدآموزی داشتیم، دغدغه کچفهمی داشتیم، دغدغه حفظ کردن توتیوار داشتیم، دغدغه ناتوانی در بکارگیری دانش داشتیم. فقط امروز در دنیای مدرن اینا بسیار علمیتر، ساختارمندتر داره بررسی میشه و استفاده میشه و تست میشه در کلاس های درس، در جمعیت های مختلف که از نظام های آموزشی مختلف بیرون میشن و توانایی های اینا بررسی میشه. من آخرین چیزی که میخوایم خدمت شما عرض کنم ایست که اول بحث هم عرض کردم، ما اطلاعات داریم و دانش داریم. این که اطلاعات دانش نیست باید به توجه داشت. من اجازه بدین یک چیز اگر در چت بتانم روان کنم، شما دوستان رو ببینین، بعد من توضیح میدم که از کجا میشه روان کرد. چیزی در چت میشه اد کرد؟ استاد امیدی یک چیز به نام، یک آپشن به نام چت در اونجا میشه که چت باز کردم، میخوایم یک فایل اتچ کنم. آه، پیدا کردم، پیدا شد. بله. اگه دوستا حوصله کنن امیر نگاه کنن، یک مثال واقعیه که من بعد خدمت شما بر اساس این عرض خور خدمت شما داشته باشم. ببینید این سوال طرح شده بوده که اولین رئیس جمهور امریکا کی بوده. محصل که احتمالاً محصل دوره ابتدایی بوده، از روی دستخط و از روی نوع سوال رفته از گوگل استفاده کرده که اولین رئیس جمهور کی بوده. طبعا عکس جورج واشنگتن آمده، ولی پایین عکس از غذای روزگار یک چیز دیگری نوشته که یا همو استدیوی بوده که عکس گرفته یا سایتی بوده که عکس آپلود کرده و محصل چون دانش لازم نداشته. ببینید اینفورمیشن داشته، دانش نداشته، در جواب نوشته که گتی ایمیج اولین رئیس جمهور آمریکا. یک مثال واقعی است، یعنی یک مثال تخیلی نیست و با کمال تاسف این بسیار ساده است، بسیار مثال ساده و بسیطیه برای هر کدوم از ما طنز دیده میشه، ولی همه ما و شما هر روزی کار میکنیم در لول خود. هر روز ما و شما این کار میکنیم
وقتی میگم یعنی شخص خود ما گرفته تا همه دوستایی که اینجا هستن و جامعه بشری، این یکی از خطاهای شناختی ما احتمالاً هست. بالاخره ما شما همگی خود چیز نیستیم، در همه اوضاع همه دانش نداریم. یک مثال ساده دیگر، شما فرض کنید یک مشکل سلامتی کسی داره، میره گوگل استفاده میکنه، در گوگل راجع به یک دارو یک چیزی نوشته است. همین اتفاقی که در یک عکس افتاده خیلی وقتا در اون لول برای هم شما شاید تجربه داشته باشیم که ما باید بر اساس اطلاعات فکر کردیم این دانش و او خواستیم به عنوان دانش استفاده کنیم، ولی ممکنه اون دارو عوارض جانبی داره، با بعضی داروها دیگه نمیسازه. ممکنه این مریضی یا او دردی که ما احساس میکنیم از چیز دیگری باشه، چون او اطلاعات جامع مرتبط با همی اوزر نداریم. به راحتی ممکنه با یک پیس از اینفورمیشن، با یک بخشی از اطلاعات دوچار خطا شیم و او رو با دانش اشتباه بگیریم. و در علوم انسانی خب به وفور وجود داره، چون ممکنه کسی، البته با کمال تاسف من دیدم آدم ها یک داکیومنتری راجع به فرض کن سیاه‌چاله میبینن، تصور میکنن کل موضوع فیزیک فهمیدن. یک داکیومنتری است یا یک بحث خبر میشنون، فکر میکنن کل اوضاع جهان امروز میتونن تحلیل کنن. و این با کمال تاسف از همو نظام غلط آموزشی ما میایه که ما رو به خطا انداخت. خب من یک مثال دیگه خدمت شما میگم. احتمالاً همه دوستا راجع به تغییر اقلیم شنیدن، درسته؟ اگر و اینجا ما چیز نیست قصدی کال دانش کسی رو تست کنیم یا بگیم کی در چی موضوعی میفهمه، نیست. هدف اصلا اینا نیست. تمرین ذهنیه. خب همه ما شما میدانیم که تغییر اقلیم از زمان جدی شد که ما دستیابی داشتیم به فسیل فیول، به نفت و گاز و زغال سنگ، و در حد بسیار بالا اینا رو استخراج کردیم و سوزاندیم. در گذشته ما چوب میسوزانیم، خود چوب CO2 رو از هوا میگرفت، تبدیل به چوب میشد، دوباره میسوزاندیم، CO2 میرفت داخل اتمسفر، درست؟ ولی وقتی ما زغال سنگ و نفت و گاز و اینا رو از زیر زمین میاریم بیرون، اینا کربونیه که چند میلیون سال پیش زیر زمین بوده و این کربن رو داریم میفرستیم در هوا، یا به شکل متان یا به شکل CO2 و چیزهای دیگه. خب تا اینجا احتمالاً همه شما با ما موافقین، درسته؟ من یک سوال از شما میپرسم، اگر دوست داشتین در چت نظر آری یا نه خود بگین. خب ما اگر به جایی که فاسیل فیول بسوزانیم و کربنی که میلیون ها سال زیر زمین رو بفرستیم در اتمسفر و کلایمت چنج باعث بشیم، آیا اگر ما منابع انرژی پیدا کنیم که بایوماس میگن بریم، یعنی از مواد باقی مانده گیاه ها باشه یا مثل چوب باشه که از درخت ها به دست میاد، یا سوختی که از جواری در کشورهای پیشرفته گرفته میشه. چون وقتی شما از جواری کربن میگیری و میسوزانی و کربن میره در هوا، یا همون کربنی که قبلا جواری جذب کرده و تبدیل کرده به مواد غذایی، درسته؟ خب اگر ما به جای فاسیل فیول به نظر شما بایوماس استفاده کنیم و بسوزانیم، کمکی به تغییر اقلیم میکنه، کمکی به محیط زیست بشر در کره زمین میکنه یا نه؟ کی فکر میکنه کمک میکنه، کی فکر میکنه کمک نمیکنه؟ یک والنتیر کسی اگه نظر بده خوب. م، به خاطر از اینکه سکوت شکسته نشوه من میخوایم کمی تشخیصی بکنم. بفرمایید. اه، بس خیلی جالب مطرح کردین. خب من فکر میکنم شاید کمک زیاد نبکنه، به خاطر از اینکه ما از یک ناحیه دیگه باز دوباره طبیعت آسیب میزنیم و ما عجله میکنیم. اما قسمی که زیاد زغال سنگ و گاز و نفت و چیزا استفاده کردیم، از این منابع استفاده میکنیم، باز از این ناحیه طبیعت آسیب میبینه و شاید هم محیط زیست هم به حالت اصلیش باقی نمانه.
من ایت فکر میکنم شاید زیاد مفید نباشه. نظر دیگه هست دوستا؟ من با اجازه دوست بفرمایید. نظر داشتم در بفرمایید. این قسمت، هرچند خود تخصص در بخش محیط زیست نداریم، بازم به عنوان یک نظر شما گفتین واقعیتش هم که ما یک منابع طبیعی داریم، دیگه منابع انسانی، و طبیعت بیشتر میتونه که محیط زیست خودش تخریب بکنه و انسان ها همچنان. از نظر ما اگر ما از منابع طبیعی بیشتر استفاده کنیم، مثل زغالی که شما گفتین، این گازهای مضره یا گازهای گلخانه‌ای را بیشتر میکنه، به فضا منتشر میشه و باعث ازی میشه که امو لایه اوزون از بین ببره، در حقیقت مضر واقع میشه برای محیط زیست. گپ شما که اگر بشر با استفاده از امکانات دست داشتهشان که در روی زمین است، از او اگر بتانند که مسئله مواد سوختی خود آماده بکنن، او بهتر خواهد بود از نظر محیط زیستی. چون دغدغه محیط زیستی امروزه واقعا که مردم به یک طرف کشانده، واقعا یک خطر بسیار جدی است و لایه اوزون نزدیک است که باید از هم بدره یا پاره شود دیگه. و ای اگر لایه اوزون از بین بره، به این معنی است که آفتاب مستقیم میتابد تا 12% آفتاب لایه اوزون کاهش میده، همون نور آفتاب یا شدت آفتاب. به او خاطر من فکر میکنم که گازهای گلخانه یگانه عواملی است که لایه اوزون به خطر مواجه کرده و محیط زیست را تخریب میکنه. تشکر. تشکر دیگه دوستا، کسی نظر داره؟ با معذرت سلام خدمت خواهش ما. می‌کنم. یک کوتاه سلامت. میخوایم بگیم که ما یک کمی دوستان گفتن دو نوع مواد طبیعی داریم، یکی زیر زمین است یکی روی زمین. اگر ما زیر زمین کمتر استفاده کنیم و چیزایی که شما نام گرفتن مثل زغال سنگ و نفت گپا، حتی اگر بتونیم به صفر برسانیم که شاید ممکن نباشه، مواد طبیعی روی زمین استفاده کنیم به خاطر این منابع تامین انرژی مانند آب، باد، آفتاب و گپا، این برای اقلیم تاثیری مثبت میتونه داشته باشه. تشکر. تشکر. خب یک تمرین ذهنی بود، درس کردم. قرار نیست ما شمال طبعا شاید هیچ کدام از دوستا حوزه تخصصی کار اینایی نباشه، ولی از صحبت هایی که دوستا داشتن معلوم بود حتما در این مورد دوستا خواندن، شنیدن، حداقل در رسانه در مورد تغییر اقلیم و این بحث ها خواندن، چون کاملا کلمات تخصصی در صحبت ها شما بود. و دقیقا از همین نقطه من میخوایم چند تا بحث باز کنم که متوجه بشیم که چگونه است که ما در یک حوزه وقتی اطلاعات داریم و دانش نیست و ممکنه ما رو به راه غلط ببره. با بازم عرض میکنم اصلا سوء تفاهم نشه، همچنان که ما تقریبا در تمام رشته های موجود دنیا بی اطلاعیم و حوزه کار من نیست و یک کمکی در حوزه محیط زیست اطلاعات دارم. انتظار نیست که تمام شهروندا، تمام آدمای تحصیل کرده، آدمای متخصص در حوزه دیگر در یه حوزه تخصصی حرف بزنن. یک نکته است که وقتی گاز گلخانه‌ای میگیم، محصولات مولکولای خاصی هستند مثل کربن، مثل CO2، متان و برخی مولکولای دیگر. اینها ارتباطی به لایه اوزون ندارن. ببینید لایه اوزون از یک چیز دیگر تخریب میشه که او یک بحث کاملا متفاوته. یک سری محصولات صنعتی مثل همین گازی که در یخچال‌ها استفاده میشد در گذشته، اینا وقتی نشت میکنه میره در فضا و بسیار هم استیبل میرسه به لایه اوزون، با اوزون ترکیب میشه و لایه اوزون از بین میبره که با توجه به قوانین محیط زیستی دنیا همین تخریب جلوی گرفته شد. ولی گاز گلخانه‌ای که CO2 باشه و متان باشه و اینا، ویژگی که دارن است که نور خورشید که میرسه به زمین یا قسمتی پس پراکنده میشه در فضا و اینها همو جلو پراکنده شدن دوباره انرژی خورشید به فضا میگیرن. ماه دیدین شب روشن، یعنی نور خورشید منعکس میکنه. وجود گازهای گلخانه‌ای انرژی یک مقدار بیشتر از سابق در اتمسفر نگاه. خب این تا این قسمت قضیه. من ولی یک زاویه دیگر رو هم باز میکنم برای شما که ببینین چگونه میشه وقتی ما همه جوانب ندانیم به یک تصمیم غلط یا یک جاجمنت غلط برسیم و هیچ عیب و ضعفی نیست.
بسیار طبیعیه، چون هیچ کدام ما در همه رشته دنیا صاحب نظر نیستیم. بالاخره من مشخصا سعی کردم یک مثال بیارم که دوستات تخصص اینا نباشه و متوجه همون ظرافت قضیه بشه. ما روی زمین یک سیستم فتوسنتز داریم که داره مواد غذایی و انرژی تولید میکنه، درست؟ و بشر 0.5% جرم زنده روی کره زمینه و از تولید حاصل از فتوسنتز 30% یا بشر مصرف. درست؟ یعنی اکوسیستم کره زمین هرچی مواد غذایی و انرژی تولید میکنه 30% یا بشر میگیره، در حالی که بشر 0.5% از لحاظ جرم موجود زنده روی زمین 0.5%. یعنی 0.5% موجودات 30% تولید زمین، تولید حاصل از فتوسنتز میخوره یا مصرف میکنه. با این اطلاعات جدیدی که اضافه شد و دوستایی که میگفتن اگر ما چوب بسوزانیم اینا ممکنه کمک کنه به محیط زیست، نظر خورای عوض میکنن یا هنوز به همون نظر؟